یکی از بدترین اتفاقایی که میتونه واسه یک کسی که کنکور داره بیفته اینه که برسه سر جلسه کنکور و متوجه بشه که یه چیزی رو یادش رفته برداره. هم استرس میگیره، هم اعصابش خورد میشه. تو این ویدئو میخوام بهت کمک کنم که روز قبل کنکور چه چیزایی رو آماده بکنی و چه چیزایی رو به خودت سر جلسه کنکور ببری و تجربیاتم از 2 کنکوری که دادم سر جلسه کنکورم چه اتفاقایی افتاد و باهاتون در میون بذارم. خب بچه‌ها ببینید، شما اول از همه باید لوازم‌های ضروریتون رو آماده کنید. حداقل از صبح روز قبل کنکور، شب قبل کنکور هم نه، صبح روز قبل کنکور. و لوازم ضروری چی میتونه باشه جز کارت شناسایی و کارت ورود به جلسه‌تون که شما خودتون باید پرینت بگیرید دیگه. پس این کار رو همون صبح روز قبل انجام بدید و حتی به شب موکول نکنید، چون مثلا شما شب باید به یک آرامش خیلی نسبی برسید که بخوابید و صبح برید کنکور بدید. این که بخواد ذهنتون درگیر این باشه که وای کارتمو برام پرینت بگیرم، وای کارت شناساییم کجا، اینها یکم استرس مضاعف بهتون میده. پس حتما اینها رو روز قبل کنکور بذارید قشنگ کنار بقیه لوازمتون. حالا چرا کنار بقیه لوازمتون؟ چون که نگاه کنین شما اگر یه مدادو یادتون بره، حالا اینکه خودکاره یه مداد یادتون بره از مغازه میخرین کار در میاد، ولی وقتی کارت شناسایی یادتون بره هر کاری بکنید دیگه استرس هم میگیرید، همین که خیلی بد میشه دیگه. پس حتما بذارین کنار بقیه لوازمتون. و یه نکته‌ای که هستش اینه که بچه‌ها شما یک دونه مداد با خودتون نبرین، چند تا مداد با خودتون ببرین. من خودم یادم روز کنکورم حدودا فکر کنم 15 تا مداد من با خودم بردم و این 15 تا رو همه روز قشنگ شب قبل تراشیدم که مثلا سر جلسه کنکور مدادم اگه سرش کوچیک شد سری مداد دیگه رو جایگزینش کنم، وقت نگیره این تراش کردن ازم. و خب یه نکته دیگه هم این که چند تا تراش هم با خودتون ببرید. حالا درسته که مداد زیاد ببرید ولی تراش هم ببرید. ممکنه مثلا وسط کنکور مداداتون همه سرش خراب بشه و با خودتون حداقل 3 تا تراش ببرید سر جلسه کنکور که خیالتون راحت باشه از این بابت که از نظر این اتفاقا مشکلی واسهتون ایجاد نمیشه. و پاک کن. شب قبل کنکور نه یه پاک کن عجیب غریبی که تا حالا ازش استفاده نکردین بگیرین گند بخوره تو برگتون. یک پاکونی که همیشه ازش استفاده میکردید، میدونین پاکون خوبیه، همونو بگیرین ازش استفاده بکنین. شاید به خودتون بگین این چه چیزای بدیهیه که داره این به ما میگه، ولی بچه شاید باورتون نشه ولی انقدر روز کنکور همین چیزای کوچولو واسهتون استرس ایجاد میکنه و ممکنه که تو نتیجه کنکورتون تاثیر داشته باشه که خدا میدونه. مثلا هر رتبه برتری که میاد صحبت میکنه میگه من درس خوندم، این منابع رو خوندم، اینقدر ساعت وقت گذاشتم، این مدرسه بودم. ولی این چیزا هم به همون اندازه که شما درس میخونین مهمه، چون که شما قراره اون سر جلسه کنکور تلاشای 12 سالتون رو روی برگ خالی بکنید. پس حواستون باشه که بهترین شرایط ممکن و ایدئال ترین شرایط ممکن رو از خودتون فراهم بکنید از هر نظری. حالا پاکن که گفتم بهتون، و یه چیز خیلی مهمتر، یک سنجاق با خودتون بردارید. چرا؟ به خاطر اینکه شما باید اون کارت ورود به جلسه رو بزنید به مقنعتون دیگه، حالا به شالتون، مقنعتون، لباستون، هر چیزی. و باید حتما سنجاق همراهتون داشته باشید. اگر نداشته باشید ممکنه دم در بهتون گیر بدن و استرس بگیرید. من خودم یادم روز کنکورم سنجاق همراه هم با اینکه بود همراه هم ولی سنجاق خراب شد. انقدر دم در استرس من وارد کردن که وای نه حتما باید این زده باشه به لباست و اینها که یک استرس کوچولی به من وارد شد حالا بالاخره. و چیز بعدی که باید بردارین یه ساعت ساده است. یه ساعت ساده حتما با خودتون ببرین و چک بکنین که این عقربه‌هاش درست باشه، همه چیزش درست باشه که یه وقت خدایی نکرده سر جلسه کنکور این ساعت خراب نشه، مثلا یه ساعت قراضه بر ندارین به خودتون ببرید. و اینجا نوشتم که یادم نره دستمال کاغذی. دستمال کاغذی بچه‌ها ممکنه خیلی لازمتون بشه. اصلا شما شاید زیر یه کولری افتادین که آبریزش بینی گرفتین، بعد خب اعصابتون خورد میشه دیگه دستمال نداشته باشین دورتون، با تا بخواین به مراقب بگین، مراقب بره دستمال پیدا بکنه، اینها شاید طول بکشه. پس حتما با خودتون دستمال کاغذی وردارید و یک بطری آبم حتما بچه‌ها با خودتون وردارید چون خیلی لازم میشه. حالا به قسمت خوراکی هم میرسیم. خب
پس حتما بچه‌ها قرار شد دستمال کاغذی برداریم. و من یه نکته دیگه این که نمیدونم واقعا امسال چجوری قوانین سر جلسه کنکور، یعنی اینو مطمئن نیستم. اگر تونستین یک قرص مسکنم با خودتون بردارید. مثلا ممکنه سردرد بشین سر جلسه کنکور از استرس و اینها، اگه اجازه دادم با خودتون ببرین سر جلسه، ممکنه که خیلی به کارتون بیاد. و من یه خاطره اینجا واسهتون تعریف کنم از روز کنکورم، حالا باز بقیه‌شو بهتون میگم. من اولین باری که کنکور دادم، یعنی همون سال اول، من خیلی سرماییم، یعنی واقعا خیلی سردم میشه زود. سر جلسه کنکور افتادم زیر یک کولر آبی گنده که قش 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 صدا میداد. بعد من حالا چون که دوستام که کنکور داده بودن به هم گفته بودن که حتما یه لباس گرم با خودت ببر سر جلسه کنکور، یه سویشرت با خودم برده بودم. بعد من افتادم زیر این کولر آبیه، انقدر سرد بود، این سویشرت رو پوشیده بودم، آستینامم اینطوری کرده بودم که انگشتام یخ زده بود، اصلا نمیتونستم حتی چیزی بنویسم. بعد خب اگه اون سویشرت نبود واقعا حتی همون رفعه 8000 هم که آورده بودم و نمی آوردم دیگه. پس حتما بچه اگه سرمایی هم هستین یه سویشرتی چیزی با خودتون بردارین. مثلا یه سری از بچه‌ها هستن که اگر باد به سرشون بخوره سردرد میشن، یه کلاه هم بچه‌ها با خودتون بردارین، اصلا خجالت نکشین. مثلا فکر کنین که آره من الان اگه اینطوری با خودم لباس بردارم فکر می‌کنم دارم میرم مسافرت. نه، کنکورتون بچه‌ها مهمترین چیزه. حتما یه کلاه هم اگه فکر می‌کنین که این اتفاق براتون ممکنه بیفته بردارین. و خب حالا بریم سراغ خوراکی‌ها. خوراکی بچه‌ها وقتی می‌خواین واسه روز کنکورتون خوراکی بردارین، یه خوراکی عجیب غریب بر ندارین. مثلا برین چه میدونم یک خوراکی که تا الان نخوردین یه دفعه برین واسه سر روز کنکورتون بردارین. واسه روز کنکور بچه‌ها یه خوراکی مثلا ساده مثل خرما، 3 تا خرما بردارین. یا مثلا موز. من خودم روز کنکورم 5-6 تا خرما برداشتم، یه دونه موز برداشتم، یه دونه رانی برداشتم و همش هم خوردم سر جلسه کنکور. و خب خیلی خوب بود دیگه، به خاطر اینکه قندتون نمیفته بالاخره. و حتما خوراکی ساده بردارید. خوراکی مثلا چه یه ساندویچ گنده و اینا بر نداریم، مثلا ممکنه که بریزه رو برگه آزمونتون و گم بخوره کلا به همه چی. پس حواستون باشه که حالا توی یه ظرفی هم، حالا آب اگه خواستین ببرین توی بطری ببرین که بطری مثلا مطمئن باشین که ازش نمیریزه، چون این اتفاقا خیلی سر جلسه کنکور میفته و بچه‌ها خیلی به خاطرش استرس میگیرن. پس قرار شده خوراکی ساده بردارین. و یه نکته دیگه راجع به خوراکی، بچه‌ها شما صبح روز کنکورتون حتما صبحونه بخورین، حتما صبحونه بخورید. یعنی اگه صبحونه هم تا الان نمیخورین صبح، خیلی کار بدی کردین. حداقل روز کنکورتون صبحونه بخورین و صبحونه‌ای که میخورین یه صبحونه عجیب غریبی نباشه باز که مثلا تا حالا نخوردین صبح. مثلا من خودم از چند روز مونده به کنکور صبحانه نون پنیر رو در واقع میخوردم، نون پنیر رو گردو میخوردم. بعد به خاطر این از چند روز قبل شروع کردم بخوردن که معده‌م عادت بکنه و صبح روز کنکورم دقیقاً همون صبحونه‌ای رو خوردم که سال کنکور داشتم میخوردم که معده‌م مثلا حالا درد نگیره، حالت هوا نگیرم یا هر چیز دیگه. پس حواستون به خوراکی که اون صبح میخورین هم باشه. و خب همین دیگه. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که بچه‌ها شما بگردین ببینین که حوزتون کجاه، یعنی قطعاً چک بکنین که مطمئن باشین کجاه. مثلا من یه سری از دانش آموزام که واسهشون این اتفاق افتاده بود اینطوری بود که حوزهشون رو چک نکرده بودن شب قبل کجاه، صبح روز کنکور نیم ساعت قبل بلند شدن اینکه برن انگار حوزه داشتن میرفتن حوزه و به ترافیک خورده بودن و دیر رسیده بودن و یک استرس فجیح که باعث شد واقعا اون تو نتیجه کنکورشون تاثیر داشته باشه. همین استرس روز قبل کنکور حوزتون رو پیدا بکنید و حد امکان اگر میتونین برین روز شب قبل کنکور تا دم حوزتون برین که هم مسیر رو ببینین، مسیر براتون آشنا باشه، همین که بدونین که چقدر فاصله هستش و برنامه ریزی بکنین که صبح چه ساعتی از خواب بیدار شین. و یه توصیه دیگه هم بهتون بکنم که حتما بچه‌ها شب قبل کنکور سعی کنین بخوابین. درست امتحان مهمیه، درست آدم استرس داره، ولی شما باید بتونین
خودتون رو به آرامش دعوت بکنین و به خودتون آرامش بدین که شب قبل کنکورتون بتونین قشنگ بخوابین، چون خواب شب کنکور خیلی مهمه. میدونم که واقعا اکثر بچه‌ها خوابشون نمیبره ها، ولی واقعا مهمه که تلاش خودتون رو بکنین بخوابین. مثلا من خودم شب قبل کنکورم با بابام رفتم پیاده روی، بودن 2 ساعت پیاده روی کردم که خیلی خسته بشم و بعدش رفتم سعی کردم بخوابم. مثلا همیشه اون ساعت خوابی هم که میخواین شب کنکور بخوابین قشنگ با آرامش به خانواده بگین همیشه آروم باشن اینها، و صبح روز کنکور هم قرار نیستش که عجیب غریب برخورد بکنن مامان باباتون، باشون بگین اتفاقا. مثلا من یادم صبح روز اولین کنکوری که دادم، من هیچ وقت بابام از خواب صبح زود بیدار نمیشد که مثلا بخواد با من صبحونه بخوره. بلند شدم دیدم خانواده همه نشستن سر میز، بابام رفته نون تازه گرفته و انقدر به من استرس وارد شده بود که همه مثلا خانواده دور میز صبحونه جمع شدن که دخترمون میخواد بره کنکور بده. خب خیلی آدم استرس آوره دیگه، هیچ وقت حالا اینطوری نبوده، این خودش یک استرس مضاعفی به آدم اضافه میکنه دیگه. سال دوم که کنکور داشتم به مامانم گفتم به هیچ عنوان بابا بگو بیدار نشه دیگه، مثل همیشه باشه، بابا هیچ وقت این موقع نمیاد سر میز بشینه صبحونه بخوره با من، پس در نتیجه همون مدلی باشه که همیشه بوده که این استرس به من وارد نشه دیگه، استرس اضافه که بگم وای مگه قراره امروز چی بشه که همه بیدار شدن همه به خط نشستن تو خونه و اینها. پس بچه حواستون رو به این نکات ریز جمع بکنید که بتونین بهترین نتیجه رو بگیرین و اصلا هم استرس نداشته باشین. شما بچه تلاش خودتون رو کردین به اندازه کافی و دیگه کنکور اینطوریه که یک مقداری خود شمایین و یک مقداری هم بقیه آدم‌هان که خب اونا چی کار بکنن دیگه، چون رقابته در واقع، فقط شما نیستین که تاثیر دارین تو نتیجه کنکورتون، تک تک کسایی که با شما کنکور دارن هم تاثیر دارن تو نتیجه کنکورتون. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم، از جلسه کنکور اومدین بیرون به هیچ چی توجه نکنین، چون من خودم یادم سال دوم که خب مثلا رتبه برترم شده بودم، از جلسه کنکور اومدم بیرون، بعد یکی از دوستامم با مامانش دیدم اونجا، بعد این دوستم اومد گفت مثلا چیکار کردی، چطور بود کنکور اینها؟ گفتم که کنکور سخت بود، من نمیدونم واقعا چطوری دادم ولی مثلا شیمیش خیلی سخت بود. بعد به من گفت شیمیش سخت بود؟ شیمیش که اصلا سخت نبود، خیلی آسون بود، من فکر کنم 80-90 زدم. بچه‌ها واقعا اونجا یه مقداری استرس من گرفتم، گفتم اوه من که میگم سخت بود این داره میگه آسون بود، پس احتمالاً من خراب کردم. بعد ببین دختره همش هم اینطوری بوده که وای خیلی کنکور آسون بود، هر کی ازش میپرسید چطور بود میگم خیلی آسون بود، خوب بود، من خوب دادم اینها. هر کی من میپرسید واقعا نظر خاصی نداشتم و نتایج کنکور اومد، من 500 شدم، اون 50,000 شد. پس بچه‌ها اصلا کنکور که دادین درگیر این حواشی نشین و فقط به فکر این باشین که کنکور تموم شد و دیگه پلن بریزیم واسه خوشگذرونیتون. و امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. من نسترنم، تو چنل یوتیوبم راجع به کنکور و نکات کنکوری صحبت میکنم. اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. بوس بهتون، خداحافظ.